مخالفان دولت در مولداوا روز 25 سپتامبر در نزد بینای پارلمان کشور در شهر کیشینیوف یک شهرک دیگری از خیمه ها بنیاد کردند و همین گونه اعتراض علیه رشوه‌خواری در این کشور را ادامه دادند. با وجود آنکه خیمه زدن در مرکز شهر کیشینیوف ممنوع است، اعضای حزب سوسیالیست و گروه با نام حزب ما در مرکز کیشینیوف نشیمن درست کردند و آن را شهر پیروزی نام گذاشتند. 3 هفته پیشتر از این، بعد از تظاهرات عظیم مردم در شهر کیشینیوف، در مرکز این شهر مخالفان به خیمه زدن شروع کردند. مردم مولداوا از گم شدن 1 میلیارد دلار از 3 بانک اساسی کشور در سال گذشته به خشم آمدند و می‌خواهند رئیس جمهور نیکولای تیموفتی از مقامش استعفا دهد. یوهانس هان، مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا، روز 25 سپتامبر ضمن بازدید از یک مرکز قبول پناهجویان در مرز صربستان و خرواتیا از کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ساحل بالکان خواست بحران پناهجویان را رفع کنند. یوهانس هان و الکساندر ووچیچ، نخست وزیر صربستان، برای آشنایی با وضع مهاجران و پناهندگان به مرکز قبول پرینسیپووچ در نزدیکی مرز خرواتیا رفتند. در ظرف یک ماه گذشته تقریبا 200,000 پناهجو و مهاجر از طریق قلمرو صربستان گذشته به کشورهای پیشرفته اتحادیه اروپا رفتند تا در آنها درخواست پناهندگی کنند.